درود و سپاس عزیزان. سگ آسیابان اطراف آسیاب لیس میزد، سگ دیگری هم آمد عقب سگ آسیابان لیس میزد. این حکایت جمهوری اسلامی است. چین خودش کاسلیس آمریکاست، اینا هم دارن پاچه‌خواری چین هم میکنن. چین بزرگترین دومین اقتصاد بزرگ دنیاست. به آمریکا نمیگوید بالای چشت ابروه، ولی ما چند تا منگول ساندیسی میرن تو خیابان شعار میدن و خودشان جر میدن، برای 85 میلیون ایرانی تصمیم میگیرن. می نویسن با مداد سیاه باید بخوریم به جای گوشت گیاه. خط فقر نوشتم با مداد قرمز، آرزوم شده خوردن گوشت قرمز. شاید ترامپ شود سبب خیر، با کله بزرگش شود پهلوان این دیر. از فقر بدبختی نداریم حال، آخوند از خوشی در آورده بال. میر سلیم در مجلس پشت